الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى صحابة الأجمعين الكرام. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اینجا یکی از مصیبت هایی که آخر زمان نزدیک می شود، این مصیبت هر آینه دنیا را فرا می گیرد که این روایت بخاری و مسلم هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: ان الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا. یکی رؤوسا جهالا می شود. فيسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. این حدیث یکی از حدیث هایی هست که مصیبت های آخر زمان می گوید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: بیشک الله عز وجل قبض نمی کند علم را انتزاع من عباد، یعنی که کشیده بگیرد علم از دلهای مردم، اخیل نمی گیرد علم الله پاک، ولیکن قبض می کند علم را به قبض علما، یعنی که می گیرد علم را به گرفتن علما. علما از بین رفتن می گیرن و مردن می گیرن، علم خود به خود از بین رفتن می گیرد، حتی که باقی نمی مانده عالم. بعد چی مصیبت میاد؟ اتخذ الناس، می گیرن مردم رؤساء، یک رؤوسا جهالا، یعنی که پیشواها و بگیم که امام های جاهل دیگه می گیرن پیشوا. فیسألوا، پس پرسیده می شوند همون جاهل ها. فافتوا بغیر علم، پس فتوا میتن بغیر علم، چون که از علم کامل ندارن. فضلوا و اضلوا، پس گمراه میشوند خچون و گمراه میسازن مردم رو. این خیلی که معلوم هست و الان ما دیده استیم. و حتی قاضی عیاض بگیم که از علمای هستند که 544 هجری ده بگیم که زندگی کردگی هستند. 544 هجری تصور کنید که 900 سال پیش، قریب 1000 سال پیش از ما. این قاضی عیاض میفرماید که به تحقیق یافته شدگی از همین حدیث در زمان ما، اگه تصور کنید که 900 سال پیش گفته است، چه خیلی که خبر داد نبی صلی الله علیه و سلم. وقتی که 900 سال پیش که علاقه علم کم شده باشد، عالم ها کم مونده باشند، در زمان ما به طور اولا موندگی هستند. و دیگر علما درباره این بسیار گپ زدگی هستند که یکی از جمله بدرالدین عینی میفرماید که در همین، یعنی که در زمان ما همین خیل علم کم شدگی هست و عالم ها کم موندگی هستند. عالم هایی که در حقیقت کامل باشند، که اونها اهل فتوا باشند، در این زمان ما فهمیده میشه که خیلی علم کم شده رفتن میگیرد. این مصیبت کلان هست، کم شدن علم، از بین رفتن علم. این مصیبتش همین است که مردم فتواهای خطا میگیرن. مردم شاید که در یک کار حلال، در یک کار حرام فتوا میوان به حلال بدن اون. در یک کاری مثلا اینکه اون ممنوع هست شاید که فتوا میوان. چه خیلی که فتوا امروز هستن، بعضی کم علم ها و بعضی گمراهین هستن، مثلا اینکه از پیش خودشون در حق علما حکم میکنن. علمایی که 1000 سال پیش از اونها گذشته بودن و اهل سنت و جمهور اونها قبول کرده بودن و اینها امروز میان حکم میکنن. همین قلت علم است. یا اینکه یک از معناهای حدیث همین است، علما میفرمایند که نزدیک شد قیامت و در بعضی حدیث های مرسل صحیح هستند. وقتی که یک پیران سال، یکی از مردم کهنه، وقتی که لا اله الا الله میگن، بچه‌ش میپرسید است که ای پدرجان این چه کلمه هست؟ اون در جواب میگفت است که خیلی پدرهای ما، باباهای ما همین چیزا گفتن، ما میگوییم. حتی به درجه میرسه است که کلمه شهادت، کلمه طیبه را حتی مردم نمیدونست هستند. همین خیلی علم کم شده رفتن میگیرد. حاضر امروز بعضی نفرها فکر میکنند که علم نبرات پیشرفت است. نه، پیشرفت نیست، بلکه اون نفرهایی که علم در صدرها حفظ میکردن، صدها هزار حدیث، صدها هزار حدیث حفظ میکنن، امروز این خیلی نفرها نمانده است. خیلی کمی هست است که این خیلی نفرها یافته شود. در زمان پیش کتاب‌های بگیم که 30 مجلد بدن، 60 مجلد بدن، 10 مجلد بدن، کلان کتاب رو حفظ میکردن. اما در این زمان خیلی نمانده است.
خیلی کمیاب است. همین علامت های قیامت است میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. وقتی که این کار شد مصیبت بالای مردم میاد که گمراه میشن به سبب عالم هایی که عالم نام دارن اما عالم نیستن، گمراه میشن، فتواهای خطا میگیرن و راهنمایی های خطا میشود و به خطا مردم میبرن. گمراه شدگی هستن خودشون و مردم هم گمراه میکنند. به همون خاطر در آیت قرآن است که روز قیامت هر نفر در تحت بیرقی یا که لیوای همون امامش میخیزد. وقتی که شما پیروی از ائمه هدا کردید، از ائمه هایی که اتفاق است اهل سنت و جماعت، اون ائمه اربعه، شما ان شاء الله گمراه نمیشود. اما امروز که میبرن بعضی نفرهایی که دعوای بکنن که پیشوایی میکنن و ائمه اربعه را اعراض میگیرن و نقد میگیرن، اونها را خطاکار میگن، اونها گمراهین هستن و هر کسی پیروی کرد روز قیامت قطعا اونها حشر میشد. و هر نفری که ائمه هدا را و ائمه اربعه و ائمه هایی که معتبر هستن اهل سنت و جماعت اعتبارشون میکنن و پیرویشون میکنن، اونها را که پیروی کردن ان شاء الله روز قیامت در تحت لیوای همونها میخیزن و هر خطاگی که از اونها شده باشد اونها در نزد الله خودشون جواب میگن. و غالبا مردمی اهل سنت و جماعت ائمه اربعه پیروی کرده هستند، اونها اهل سنت و جماعت بدن اونها و اهل سلف بدن اونها و خطاگی اونها خیلی خیلی کمیاب است نسبت امروزه که مثلا که پیروی ما از یک عالمی نصر زمان کنیم، در نسبت علم های اونها چی هستند؟ یک نقطه علم اونها گرفتگی نیستن الان. به همون خاطر اونها بهر علم بدن و پیروی کردن از اونها مستحق تر و خوب هست تا اینکه ما و شما گمراه نشویم. الله پاک همه ما و شما بر راه اهدنا الصراط المستقیم هدایت کند. السلام علیکم و رحمت الله.